چند روز پیش به طور خیلی اتفاقی یه مستند داخل یوتیوب پیدا کردم و اولین چیزی که توجهمو جلب کرد کامنتای زیر اون مستند بود. من نتونستم این مستند رو تا آخر نگاه کنم. اونقدری بد و مریض بود که ترجیح میدم دیگه نگاش نکنم. خواب شبم واقعا واسم مهمتره. اصلا چطور همچین چیزی رو ساختن؟ چرا اینقدر فضاش بد بود؟ و مهمتر از همه اینه که آیا این مستند واقعی بود؟ شخصی دیگه نوشت؟ وای، فقط آخرش. صحنه آخر این مستند چنان منو ترسوند که هنوز داره دست و پام میلرزه. لعنت به همتون. و همین دو کامنت حسابی توجه منو جلب کرد. نشستم و کامل مستندش رو نگاه کردم و برابچ تو این 1 سال هیچ فیلم سینمایی و هیچ مستندی تا این حد نتونست منو بترسونه. یه حس و فضای خاصی داشت. ترسی که به شما تزریق میکرد یه ترس خاص و روانی کننده بود و آخر این مستند با صحنه‌ای روبرو میشید که بعد از تحلیل کردنش واقعا شوکتون میکنه. راجع به واقعی بودن یا علکی بودن این مستند اون اوایل که پخش شد خیلی ها صحبت میکردن و دنبال جواب بودن که راجع به این بعداً صحبت میکنیم. و الان ممکنه یه سوال بسیار مهم به ذهنتون اومده باشه و اون این باشه که سعید، اگه قراره یه مستند با هم بررسی کنیم اصلا چرا داری بررسیش میکنی؟ چرا معرفیش نکردی که بریم تماشاش کنیم؟ ویدیو ساختنت راجع به یه مستند چه معنی میده؟ بسیار سوال خوبیه و جوابش اینه برابچ. اول اینکه این مستند یکی از ناشناخته ترین و گم شده ترین مستندهای دنیاست و کمتر کسی بهش توجه کرده و واقعا بعید میدونم این مستند رو دیده باشید. اما اگه به احتمال فقط 1% دیده باشیدش باز ممکنه داستانش رو دقیق ندونید. و جالبه که توی کامنتاش علاوه بر اینکه خیلی‌ها شوکه شده بودن و از ترسناکی مستند حرف میزدن، خیلی‌ها بهش هیت میدادن و ادعا داشتن که این یه مستند مزخرفه. بعضیا داستانشو نفهمیدن و نظرات بسیار منفی راجبش میدادن. به خاطر همین من این ویدیو رو ساختم، چون بدون تحلیل مستند معنی نمیگیره. حالا داستان این مستند چیه؟ خانواده‌ای در استرالیا زندگی می‌کردند که بهشون میگفتن خانواده پالمر که شامل مادر خانواده، پدر خانواده، برادر و یک خواهر بود. همشون عادی بودن بجز دختر این خانواده. اون یه شخصیت عجیبی داشت و اصلا راجع به کارهایی که انجام میداد، تصمیم‌هایی که میگرفت و رازهای زندگیش با خانواده‌اش حرف نمیزد و یه کمی مشکوک میزد. تا اینکه در یکی از روزها وقتی اعضای خانواده با هم میرن تفریح، دختر خانواده میفته داخل یه دریاچه و غرق میشه و خانواده پالمر با یه حادثه تلخ و شوکه کننده روبرو میشن. اما همه چی اینجا تموم نمیشه. پسر این خانواده مدام به پدر مادرش میگفت که روح خواهرشو سر تا سر خونه میبینه که داره اذیتش میکنه و حتی بارها تونست ازش ویدیو بگیره که بعد مدتی پی برد روح خواهرش میخواد یه چیزی بهش بگه، اما هر چقدر تلاش میکرد متوجه اون رازی که خواهرش میخواست بهش بگه نمیشد. تا اینکه یه روز پدر خانواده متوجه چند تعداد نوار داخل کمد دخترش میشه. اونا رو بر میداره و متوجه میشه تمام این نوارها توسط دخترش ثبت شدن و به طور مخفیانه اونا رو پنهان کرده بود. نوارها رو بررسی میکنه و با صحنه‌هایی مواجه میشه که پی میبره دخترش مخفیانه یه کارایی انجام میداده. سرنخ‌ها رو به هم وصل میکنه، پیغام‌ها رو با همون در میون میذاره و در آخر با لوکیشنی مواجه میشه که وقتی به اونجا میره صحنه‌ای رو ضبط میکنه که هنوزه وقتی بهش فکر میکنم واقعا خیلی منو میترسونه. و تعریفایی که الان راجع به این مستند کردم شاید 30% جذابیت داستان این مستند باشه و 70% دیگه‌ش رو واقعا توانایی ندارم توضیح بدم. پس برابچ بیاین با هم این مستند ماورایی، معمایی و زیرخاکی رو که کمتر کسی اونو دیده یه بررسی و تحلیل عمیق انجام بدیم. دخترمون چندان رابطه خوبی با همون نداشت. اون همیشه دوست داشت تنها باشه. اون ارتباطش با من بهتر بود. هنوز که هنوزه حضورش رو توی خونه حس میکنم. انگار میخواد یه چیزی بهم بگه، یه چیز مهم.
همین الان روی مستندش کلیک کردم و همون ابتدای این مستند کارگردان قصار خانواده پالمر رو واسمون معرفی کنه و دقایق اول تا حدی همه چی خوبه و اعضای خانواده از کنار هم بودن لذت میبرن که ناگهان در کسری از ثانیه مستند کات میخوره و ما با تماس تلفنی مواجه میشیم که ظاهرا از سمت مادره و داره با پلیس حرف میزنه و با یه مشکلی مواجه شده. مادر با لحنی شدیداً ترسیده، نگران و عصبی به پلیس میگه که ما برای پیکنیک رفته بودیم نزدیکای یه رودخونه تا تفریح کنیم و شنا کنیم. یهو متوجه شدیم دخترمون نیست و هر چقدر صداش کردیم جوابی نداد و نمیدونستیم کجاست. و اینجا پلیس کمی اطلاعات از مادرش میگیره و بهش میگه همین الان پلیس و نیروهای کمکی رو میفرستیم اونجا. خونسرد باشید. که بعد 20 دقیقه پلیس میرسه و هر چقدر میگردن آلیس رو پیدا نمیکنن. در همون لحظه یه شبکه خبری که متوجه این اتفاق میشه خانواده پالمر رو پیدا میکنه و با رضایت خودشون تصمیم میگیرن راجع به زندگیشون یه مستند بسازن. بیشتر از 1 روز گذشت و هنوز آلیس رو پیدا نکردن. مستندسازا با خانواده‌اش حرف می‌زدن و سعی داشتن راجع به احساساتشون و اتفاقی که افتاده اطلاعات بیشتری به دست بیارن. وقتی پلیس اومد بعد از چند ساعت ازمون خواستن برگردیم خونه و به همون گفتن اگه چیزی پیدا کردن سریعا به همون اطلاع میدن. 3 روز گذشت و پلیس یه چیزی تو آب پیدا کرد. اون جسد آلیس بود که بعد 3 روز گشتن و غواصی توی آب بالاخره پیداش کردن. با خانواده‌اش تماس گرفتن و ازشون خواستن به پزشک قانونی بیان تا تایید کنن آیا این جسد دخترشونه یا نه. خانواده پالمر به اونجا رفتن و به محض اینکه چشمشون به جسد دخترشون آلیس افتاد از شدت ترس خشکشون زد. همه شوکه شده بودن و جسد آلیس اصلا حالت طبیعی نداشت. خانواده‌اش درخواست دادن که روی جسد تحقیقات بیشتری انجام بدن و حالا از طریق تست‌های DNA و سایر آزمایشات به جواب دقیق‌تر و قاطعانه تری برسن. چون این جسد به قدری وضعیتش بد بود که واقعا سخت میشد هویتش رو تشخیص داد. ولی تا حدی شواهد نشون میداد که این جسد به احتمال 70% جسد آلیسه. بعد اون روز خانواده پالمر حسابی از لحاظ روحی روانی به هم ریختن و تیم مستندساز با تک تک اعضای خانواده پالمر، پدر بزرگ و مادر بزرگ آلیس، رفیقای نزدیکش و همسایه‌های پدر مادرش صحبت می‌کردن و سعی داشتن اطلاعات کاملتری به مستندشون اضافه کنن و تقریباً 20 دقیقه از تایم این مستند در حال صحبت با اعضای خانواده‌اند که چندان دیالوگ‌های مهمی نداره این قسمت و اکثراً احساسیه. اما یه جای این مستند یه شخصیتی هست و شخصیت مهمی هم هست که ازتون میخوام اونو، اسمشو و چهرهشو یه جای ذهنتون ذخیره کنید و اون کسی نیست جز همسایه خانواده پالمر که اسمش جیسون بود. اون متأهل بود و 2 بچه داشت و یکی از همسایه های نزدیک خانواده پالمر بود که مستندساز هم با جیسون و هم با همسر جیسون صحبت میکرد و مصاحبه میگرفت. اما یه چیزی که خیلی توجه مخاطبا رو جلب کرد استرس داشتن همسر جیسون بود. مدام حین مصاحبه آب دهنشو قورت میداد و راجع به چیزای بی‌مربوطی صحبت میکرد. اما اوایل مستند چندان نکته عجیبی راجع به این زوج مطرح نشده، فقط باشون مصاحبه کردن و تا حدی همه چی عادیه. اونا رو به خاطر میسپاریم، فعلا کنارشون میذاریم و ادامه میدیم به بررسی کردن این مستند. پدر این خانواده توی مصاحبه خیلی بغض کرده بود. مرگ آلیس رو هنوز قبول نداشت و چراغ‌های خونه رو روشن گذاشته بود تا اگه یه وقت آلیس برگشت راحت‌تر خونه رو پیدا کنه. فردای اون روز اخبار خبر فوت آلیس رو پخش کرد. دوباره با همه مصاحبه انجام دادن و این خبر یکی از داغ‌ترین خبرهای اون هفته بود. 10 روز از مرگ آلیس گذشت و پدرش ادعا داشت صداهای عجیبی از نقاط مختلف خونه میشنوه که اکثر صداها از اتاق آلیس می اومد و حتی لامپ اتاقش بی دلیل پشت سر هم خاموش روشن میشد.
و این اتفاقات عجیب روز به روز بدتر میشد و پدر خانواده در یه بخش از مصاحبه یه اتفاق و یه خاطره عجیب از خودش رو تعریف میکنه و میگه از اینکه شغلمو دارم واقعا خوشحالم. باعث میشه از فکر و خیالای ناراحت کننده دور بشم و خودمو سرگرم کارام کنم. اما یه روز در حالی که برگشتم خونه یه صدایی مثل کشیدن مداد روی کاغذ از اتاق آلیس شنیدم. رفتم به اتاقش و در کمال تعجب دیدم آلیس کنار تختش نشسته و داره روی کاغذ یه چیزی مینویسه. اونقدری آلیس رو واضح دیدم که فکر کردم برگشته خونه. زبونم بند اومده بود. نزدیک شدم تا ببینم چی مینویسه و آیا واقعا آلیسه که یهو برگشت. صورتش اصلا مثل دخترم نبود و انگار فاسد شده بود و بلند داد زد برو بیرون، که ترسیدم و سریعا رفتم بیرون. روزها گذشت و تک تک اعضای این خانواده درگیر بودن و حتی یه بار برادر آلیس صبح از خواب بلند شد و دید همه جای بدنش کبوده. به دکتر رفت، معاینش کردن و دکتر هر چقدر تلاش کرد، هر چقدر آزمایش گرفت و هر چقدر تحقیق کرد دلیل کبودی های برادر آلیس رو پیدا نکرد و این کبودی ها همونطور که یهو ظاهر می شدن یهو محو می شدن. داستان این مستند از اینجا به بعد بیشتر راجع به برادر آلیسه، یعنی متیو، که دومین شخصیت مهم داستان ماست و از اینجا به بعد داستان این مستند جدی‌تر و بحث برانگیزتر میشه. مستندساز تمام حواسش رو از اینجا به بعد روی متن میذاره، از روزمرگیش ویدیو میگیره، باهاش حرف میزنه و راجع به شخصیتش کلی تحقیق میکنه. اون یه پسر ساکت و آرومه، اصلا اهل دعوا و خلاف نیست و علاقه بسیار زیادی به عکاسی و فیلمبرداری داره. اون بعد چند هفته پس‌انداز واسه خودش یه دوربین خرید تا وقتی سفر میره و پروژه‌ای دستش میاد از دوربینش استفاده کنه. اون یه استاد داشت که بهش آموزش‌هایی راجع به عکاسی و فیلمبرداری میداد و استادش مت رو یه آدم خلاق، با استعداد و با انگیزه میدونه که دستیار واقعا خوبیه براش و عکسایی که الان میبینید توسط متیو گرفته شده. شخصیت خاصی داشت و مستندساز راجع به عکسایی که قبلا گرفته یکم باهاش صحبت میکنه. اینجا این مصاحبه رو کمی میبریم جلو و میرسیم به قسمتی که مت راجع به یه موضوع بسیار مهم تصمیم میگیره صحبت کنه. اون ادعا داره چند وقت پیش تصمیم گرفت به طور اتفاقی برای اینکه زاویه و نور دوربینش رو تنظیم کنه از حیاط خونه‌اش چند تا عکس بگیره. عکسایی که الان دیدیم کاملا عادی بودن و چیز خاصی به چشممون نمیخورد، اما یه عکس بین اینا بود که وقتی اونو دید از شدت ترس خشکش زد. یه زن مقابل دوربین ایستاده و ظاهرش یه حالت عجیبی داره، اما مت ادعا داشت اون آلیسه. فیلمبردار پرسید چطور و مت گفت از حالت ایستادنش، مدل موهاش و لباسش کاملا مطمئنه که اون آلیسه. داستان فقط این نیست. افرادی که کنار اون سدی که آلیس داخلش غرق شد زندگی میکردن بعد چند روز ادعاهای عجیبی مطرح کردن. یه پیرمرد به اسم باب میاد وسط مصاحبه و میگه با زنش اطراف همون جایی که آلیس مرده بود داشتن قدم میزدن و خانومش با یه موبایل قدیمی در حال عکس برداری از محیط اطراف بود. وقتی عکس‌ها رو بررسی کردن با یه عکس بسیار عجیبی مواجه شدن. تصویری بسیار تار از یه دختر که اون طرف سد ایستاده. نکته عجیب اینجاست که توی این عکس دختره حالت شبح طور و روح مانند نداره، درست برخلاف عکسی که مت
از خواهرش گرفت. اما توی عکسی که همسر باب ثبتش کرد، دختر داخل عکس که شباهت زیادی به آلیس داره خیلی زنده تر به نظر میرسه و بسیار واضح مشخصه که داره به دوربین نگاه میکنه. باب همراه با چند تا از رفیقاش کل اطراف اون سد رو گشتن ولی چیزی پیدا نکردن و چون شبا صدای ناله و گریه از اطراف سد می اومد، این داستان رو به ماورا ربط دادن و به خانوماشون اجازه نمیدادن شب از خونه خارج بشن. اون دوتا عکس رو دیدم، واقعا خوشم زد. یه حسی به هم میگه دخترم آلیس هنوزم زنده است. بعد از چند هفته جواب کالبوچیکافی اومد و تایید کردن که این جسد خود آلیسه. جنازه‌شو چند روز بعد در یه قبرستون دفن کردن و همه حسابی ناراحت بودن. اما برادر آلیس میدونست که خواهرش هنوز دفن نشده، فقط جسمش دفن شده و یه بخش دیگه ای از اون داره بعضی جاها سرگردان پرسه میزنه. بعد از خاک سپاریش همه ی اتفاقات اوج گرفت. صدای عجیب زیادی توی خونه میشنیدم. پدر و مادرم همیشه سر کار بودن و من تنها بودم توی خونه. به خاطر همین یه دوربین روشن کردم و یه جای خونه گذاشتم تا ببینم چی ضبط میکنه. واضح دیدید که متیو چی ضبط کرد. یه شبح که از این طرف اتاق رفت به اون طرف اتاق و شک نداشت که این روح خواهرش آلیسه و متیو از این اتفاق به بعد بیشتر سعی کرد دوربین به دست باشه. اگرچه باید بگم که این مستند با 2 لایه روایت میشه. لایه اول گذشته است و لایه دوم حاله. یعنی چی؟ یعنی مستندساز که داره با این خانواده مصاحبه میکنه در زمان حال باشون راجع به اتفاقات گذشته صحبت میکنه. به عنوان مثال در یک قسمت از مصاحبه از متیو میپرسن خیلی خوب، عکسای عجیبی گرفتی و واقعا شوکمون کرد. دیگه چه اتفاقاتی افتاد و چه عکس و فیلمایی داری؟ که متیو میاد راجع به روانشناسی صحبت میکنه که علاوه بر روانشناس بودن یه تخصصایی هم راجع به دنیای ماورا داره. پدر مادر متیو به دیدن این روانشناس میرن و سعی میکنن ازش کمک بگیرن که بعد گذشته چند وقت متیو میگه این روانشناس به همراه پدر مادرش و خودش رفتن به خونه تا یه مراسم احضار روح انجام بدن. اونا به خونه رفتن. مادر خانواده به روانشناس گفت که بارها روح دخترش رو یعنی آلیس توی خواب میبینه که انگار میخواد یه چیزی بهش بگه، اما هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه توی خواب با دخترش ارتباط بگیره. به خاطر همین یه مراسم احضار روح توی خونه انجام میدن و قصدشون احضار کردن روح آلیس و سوال پرسیدن از اونه. متیو دوربینش رو روشن کرد و یه جای خونه گذاشت تا تصویر همه رو هنگام احضار روح ضبط کنه. تا 1 ساعت اول هیچ اتفاقی نیفتاد و در کمال تأسف کلاً هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها هیچ روحی احضار نمیشه، بلکه خانواده پالمر روانشناس رو به خاطر انجام این مراسم مورد تمسخر قرار دادن. متیو بلند میشه و دوربین رو قطع میکنه تا اینکه فردا صبح میشه و متیو میاد تا فیلمی که دوربین دیشب از مراسم احضار ضبط کرده رو دقیق‌تر بررسی کنه. چند ساعت اول مراسم هیچ اتفاقی نیفتاده بود و همه چی عادی بود، اما دقیقاً هنگامی که خانواده پالمر و روانشناس بی خیال مراسم شدن و قصد داشتن تمومش کنن، دوربین متیو یه تصویر بسیار عجیبی و ثبت خودش کرد. این دفعه خیلی واضح تر بود. مثل همیشه تصویر شبح‌طور یه دختر رو دیدیم که یه قسمت از خونه وایستاده بود و این خانواده بعد از اینکه اون ویدیو رو دیدن چنین جمله‌ای گفتن: ما تا حالا تو زندگیمون روح ندیدیم و راستش اصلا اعتقادی به این بحثا نداریم. چند تا ویدیوی اول با خودم خیال کردم شاید دوربین باگ زده و سعی می‌کردم منطقی ردش کنم، اما این ویدیو خیلی جزئیاتش واضح بود و هر چقدر سعی کردم منطقی ردش کنم واقعا نمیشد. اولین بار تو زندگیم اینقدر احساس خطر کردم و اصلا از این حس ناامنی که خودم و خانوادم از خونمون داریم خوشم نمیاد.
مادر خانواده از پسرش متیو خواست که تعداد دوربین بیشتری اطراف خونه قرار بده، چون مادر آلیس تنها کسی بود که هیچ ترسی از روح دخترش نداشت. اون بیشتر غمگین بود تا ترسیده و تنها خواستش این بود که بفهمه دخترش دقیقاً ازش چی میخواست. چه رازی بود که آلیس به خانواده‌اش نگفت و مهمتر از همه اینه که چی شد که غرق شد. متیو دوربین ها رو قرار داد و خونه مسلح تر از قبل شد و روانشناسشون هم به اونا پیوست و قصد داشت بهشون از لحاظ روحی روانی کمک کنه. اون لحظه مادرم ازم خواست دوربینای بیشتری توی خونه قرار بدم. خیلی جدی بود و منم همین کارو کردم که چند ساعت نگذشت و خواهرم رو دوباره توی خونه دیدم. اون همه جا پرسه میزد. بیشتر از این دیگه نتونستن تحمل کنن. خانواده پالمر سریعا یه خونه دیگه اجاره کردن و از این خونه الانشون اسباب کشی کردن و قصد دارن به اون خونه برن که کلاً توی یه شهر دیگه است و این منطقی ترین کاری بود که میتونستن انجام بدن. ولی مادر خانواده اصلاً راضی نبود. تمام این اصرارها برای اسباب کشی از سمت پدر و پسر بود. خود مادر دلش میخواست ارتباط بیشتری با روح دخترش بگیره و اون راز کشف نشده درباره زندگی دخترش خیلی اذیتش میکرد. مامانم دیگه داشت دیوونه میشد. اون حتی بیشتر از دوربین آلیسو توی خونه میدید. یا به نظرم اسباب کشی بهترین تصمیم بود که گرفتیم، حداقل برای زندگی جدید، چون هممون داشتیم اذیت میشدیم و خواب راحتی نداشتیم، مخصوصا مامانم. تمام وسایل رو بار زدن و رفتن خونه جدیدشون تا اونا رو بچینن. اما متیو قبل رفتن یه تصمیمی گرفته بود. خب ما وسایل رو جمع کردیم تا بریم خونه جدید و شاید تا 3 روز دیگه بر نمیگشتیم. به خاطر همین مادرم دوربینای بیشتری توی خونه قرار داد تا هر وقت جا داشتن ویدیو بگیرن و برگردیم اونا رو چک کنیم ببینیم چی گرفتن توی این مدت که نیستیم. که بعد از 3 روز وقتی برگشتم اونا رو چک کنم، چیزی رو که ضبط کرد واقعا شوکه شدیم. یه نکته اینجا هست که بعید میدونم بهش توجه کرده باشید. روحی که توی این تصویره و خیلی ها ادعا دارن آلیسه، چرا پشتش سایه داره و زن داخل تصویر چرا زیاد حالت شبح طور نداره؟ این یه نکته مهمه که خانواده پالمر سریع متوجه شدن و خیال کردن شاید یکی داره از غم اونا سوء استفاده میکنه. شاید ارواحی که داخل ویدیوها دیدن واقعا روح نباشن و بلکه یه انسان واقعی باشن. حتی در یه قسمت از مصاحبه که نمیخوام زیاد راجبش صحبت کنم، متیو نمیدونم چرا واقعا ولی اومد به مادرش گفت که تمام فیلم و عکسایی که گرفته از خواهرش که انگار روحه و داره اطراف خونه پرسه میزنه تماما فیک و ساخته خودشه، که همین حرفش باعث شد مستند خیلی به هم بخوره ریتمش و همه شاکی بشن. اما بعدن فهمیده شد متیو عمدن این حرفو زده که به اصطلاح بیاد مادرش رو آروم و قانع کنه که انگار روحی وجود نداره، خواهرش اینجا نیست و مادرش راحت تر بتونه زندگی کنه، که بعدها مشخص شد واقعا فیلم فیکی در کار نبوده و تمامی اون تصاویر واقعی بودن. که بعدش خانواده پالمر شروع کردن به بررسی دقیق تک تک ویدیوها که در یکی از اونا موفق شدن یه نکته بسیار ترسناک پیدا کنن. آیا دیدینش؟ اگه ندیدین باید بگم لحظه‌ای که انگار یه شبح داره رد میشه یه چهره گوشه یه اتاقه که من واقعا بعید میدونم متیو باشه. و حالا حدس بزنید کی بوده؟ جیسون، همسایه خانواده پالمر، که وقتی اینو فهمیدن خیلی ترسیدن و با خودشون گفتن این یارو توی اتاق دخترم چی کار میکنه و چرا ما هنگام ضبط این فیلم ندیدیمش. سریعا سوار ماشین شدن و دوباره به خونهشون رفتن تا اتاق دخترشون رو بررسی کنن و پی ببرن چرا این مرد اونجا بوده. که البته اینم بگم خانواده پالمر شک داشتن که آیا واقعا ممکنه همسایه‌شون باشه یا نه و در تلاش بودن تا اثباتش کنن.
مادر آلیس وارد اتاق دخترش میشه و همه جا رو میگرده که بعد چند ساعت با کیفی مواجه میشه که زیر شومینه اتاق دخترش قرار داشت. بازش میکنه و با یه دفتر و یه نوار ویدئویی مواجه میشه و اونجاست که پی میبره مردی که داخل اتاق دخترش بود دنبال این نوار میگشته. خب مگه چی داره این نوار که اینقدر مهم بوده؟ نمیدونم اینو چطور توضیح بدم، چون واقعا توقع دیدن همچین چیزی رو نداشتم. آلیس توی این نوار به همراه جیسون توی خونه تنها بودن و در حال انجام دادن کارهای بیشرمانه بودن و ازش ویدئو میگرفتن. و عجیبتر اینه که زن جیسون هم توی این فیلم دیده میشد و اونم عضوشون بود و ظاهرا گروهی داشتن این کار رو انجام میدادن. مادر آلیس بعد از دیدن این ویدئو حسابی به هم ریخت. پلیس رو خبر کرد و جیسون و زنش به محض اینکه فهمیدن خانواده پالمر یه چیزایی فهمیدن فرار کردن و معلوم نیست کجان. پلیس اومد. خانواده پالمر ادعا داشتن ممکنه جیسون و زنش در مرگ دخترشون دست داشته باشن. پلیس با اطمینان گفت بعید میدونم. حتی میتونم قاطعانه بهتون بگم که ما هیچ مدرکی درباره به قتل رسیدن دخترتون پیدا نکردیم و امکانش خیلی کمه که جیسون و زنش دختر شما رو کشته باشن. ولی بازم تحقیقاتمون رو کامل انجام میدیم و اگه سرنخ جدیدی پیدا کردیم حتما شما رو خبر میکنیم. که دقیقاً روز بعد پلیس اطلاعات بیشتری راجع به جیسون و همسرش پیدا کرد. اونا پی بردن آلیس برای نگهداری از 2 بچه این زن و شوهر رفته بود خونهشون تا از بچه‌هاش نگهداری کنه و پرستارشون باشه. در همین حین جیسون شروع میکنه به سوء استفاده کردن از آلیس و ظاهرا همسر جیسون هیچ مشکلی با این قضیه نداشت. روزها میگذره و این سوء استفاده بیشتر میشه. ویدئوشو ضبط میکنن و از این بیشتر ما اطلاعی نداریم چه رازی پشت زندگی شخصی آلیس بوده، چون همونطور که گفتم زندگی بسیار مخفیانه‌ای داشت و راجبش با کسی حرف نمیزد. اما الان خانواده‌اش کم کم دارن به یه چیزایی پی میبرن. نکته‌ای که واسه من عجیبه اینه که آلیس خودش هم رضایت داشت به انجام این کارا و همین نکته ما رو به این نتیجه میرسونه که جیسون و همسرش خیلی احتمالش کمه در مرگ آلیس دست داشته باشن و از اونجایی که آلیس با خانواده‌اش پیکنیک رفته بودن و جلوی چشمای خودشون غرق شده بود این احتمال خیلی بیشتر میشه. ولی بازم خیلی زوده بخوایم نتیجه گیری کنیم. بیاین ادامه مستند رو بررسی کنیم. خانم پالمر نوار رو کنار میذاره و میرسه به دفتری که توی کیف دخترش بود. بازش میکنه و پی میبره دخترش قبلا 1 بار پیش روانشناس رفته بود و حدس بزنید کدوم روانشناس؟ درسته، همون روانشناسی که قصد داشت به این خانواده کمک کنه. خیلی تعجب کردن که چرا اون روانشناس راجع به اینکه با دخترشون حرف زده و به ملاقاتش رفته چیزی بهشون نگفته و خانواده پالمر حسابی شاکی شدن و باش تماس گرفتن و شخص روانشناس چنین توضیحاتی داد. دلیل اینکه چیزی بهتون نگفتم به خاطر قولهایی بود که از سمت بیماران میگرفتم. اونا نمیخواستن درباره اینکه پیش من میان با کس دیگه ای صحبت کنم. من چیزی رو مخفی نکردم، فقط به خاطر قولهایی که دادم تصمیم گرفتم به کسی چیزی نگم. جالب اینجاست که وقتی آلیس به دیدن این روانشناس رفت از کل مکالمات فیلم برداری شده بود و این ویدئوی مکالمه 5 ماه قبل از مرگ آلیس ثبت شده. در اون قسمت آلیس راجع به حال بعدش، افکار منفی که داشت و حس بدی که نسبت به خودش داشت صحبت میکرد. اما یه قسمت از این مکالمه خیلی منو ترسوند و اون این بود که آلیس میدونست قراره بمیره و بدتر از اون اینه که حتی روانشناس گفته بود آلیس دلیل، نحوه و مکان مرگش هم از یه طریقی میدونه و مطلع شده. بعد گفتن این جمله اونجا رو ترک کرد و دیگه روانشناس آلیس رو ندید. خانواده پالمر بعد از فهمیدن این موضوع اعتماد خودشون رو نسبت به روانشناس به کلی از دست دادن و باش قطع ارتباط کردن و در ادامه مستند خانم پالمر در حال خوندن دفترچه یادداشت دخترشه که داخل اون کیف بود. هنگام خوندن واقعا گریهش گرفته بود و فکرش هم نمی‌کرد دخترش انقدر از لحاظ روحی آسیب دیده باشه. توی اون یادداشت آلیس راجع به ترسش از تنهایی و پی بردن به یه راز وحشتناک صحبت می‌کرد و بازم ادعا داشت که ممکنه زندگیش در خطر باشه. مادر سفر رو ورق زد و با چند متن عجیب روبرو شد. لیک مانگو،
یه مکان آشنا، لیک مانگو برابرش. تا جایی که من فهمیدم یه مکان واقعیه. یک دریاچه هست که در جنوب شرقی استرالیا قرار داره و مدت هاست که خشک شده. اما این مکان فقط یه مکان عادی نیست. توی واقعیت هم یه داستان عجیب پشت خودش داره. تا جایی که من فهمیدم انسان‌های قدیمی که اطراف این لیک مانگو زندگی می‌کردن بسیار آدم‌های مذهبی بودن و رسم اونا این بود که اگر کسی از نزدیکانشون به دلایلی مرد جسدش رو برمی‌داشتن، به اینجا می‌اومدن و حالا با انجام یه سری مراسم یا اونو همونجا دفن می‌کردن یا آتیش می‌زدن و کلاً یه مکان عجیب غریبی بود که باستانشناسا چیزای ترسناکی اونجا پیدا کردن. حالا داستان از اونجایی عجیب میشه که آلیس واسه اولین بار از طریق یه اردو به این مکان میاد و از اونجا دیدن میکنن. مادرش توی اون دفتر اسم اون مکان رو دید و ذهنش واقعا درگیر شد. یادمه آلیس زیاد راجع به اون منطقه با هم صحبت میکرد. یه علاقه خاصی به اونجا داشت و آخرین بار که به اونجا رفت موبایلش اونجا گم کرد و بدون موبایل به خونه برگشت. وقتی ازش پرسیدم موبایلش کجاست زیاد راجبش چیزی نگفت و درست حسابی جوابمو نداد. فیلمی که الان دیدید توسط موبایل رفیق آلیس ضبط شده. یه فیلم بی‌کیفیت عجیب غریب که مربوط به اون شبی هستش که آلیس موبایلشو گم کرد. جالبه بهتون بگم که همین فیلم ما رو با یه صحنه بسیار شوکه کننده روبرو میکنه. این فیلمو خانم پالمر میبینه و بازم شاکی میشه که چرا رفیق آلیس اینقدر دیر این فیلمو واسش نشون داد. میشینه یه جا و تصمیم میگیره ثانیه به ثانیه این فیلمو تماشا کنه. اولش همه چی عادیه، همه با هم میخندن به جز آلیس. یه اضطراب خاصی داره و انگار از یه چیزی نگرانه. فیلم کمی جلو میره و با یه صحنه عجیب غریبی روبرو میشن. در ابتدا به خاطر بد بودن کیفیت دوربین هیچی مشخص نیست، اما خانم پالمر دخترش رو دید که مقابل یه درخت زانو زده. نمیدونست داره چی کار میکنه و سعی میکرد بیشتر دقت کنه که بعد یکم دقت کردن فهمید آلیس داره زمین رو با دست میکنه و یه چیزی رو اونجا دفن میکنه. سپس بلند میشه، نگران و ترسیده دور خودش راه میره و چند دقیقه بعد گروه رفیقاشو ترک میکنه و به تنهایی واسه خودش قدم میزنه. همه نگران بودن که چرا آلیس توی یه شب به این خوبی که همه باید خوشحال باشن اون نگرانه. چی دیده؟ از چی ترسیده؟ و چه اتفاقی افتاده که اینقدر ساکت و نگرانه؟ میدونم شاید سخت باشه و اصلا پیداش نکنیم، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم. اگه اون موبایل دخترم برای ما قایم کرده باشه مطمئنم که پیداش میکنیم. بعد از کمی رانندگی میرسن به اونجا و بعد چند ساعت گشتن چیزی که میخواستن رو پیدا کردن. حفاری رو شروع کردن و با همون موبایلی که آلیس اونجا گذاشته بود روبرو شدن و علاوه بر موبایل چیزایی با ارزش دیگه‌ای هم که همراه خودش داشت توی پلاستیک بود. موبایل رو روشن کردن و تصمیم گرفتن بفهمن چرا آلیس موبایل رو دفن کرده. مخاطبینش رو گشتن، چیز خاصی توش نبود. همه جای موبایل رو گشتن و بازم چیز خاصی توش نبود. اما به محض اینکه وارد گالری موبایلش شدن با یه فیلم عجیبی رو در رو شدن که ظاهرا این فیلمو آلیس همون شب گرفته بود. در ابتدای فیلم چیزی مشخص نیست و آلیس داره اطراف لیک مانگو قدم میزنه. بعد کمی قدم زدن متوجه یک کسی یا چیزی میشه که داره از دور بهش نزدیک میشه. بعد از دیدن اون صحنه تمام بدنم از ترس یخ کرد. اون کسی که با آلیس نزدیک شد و میشناختم، اون همون جسدی بود که پلیس توی رودخونه پیدا کرده بود. یعنی جسد خود آلیس. درسته برابچ، همون فیلم کم کیفیت و داغون حسابی ما رو شوکه کرد. چیزی که آلیس در اون لحظه دید پیشبینی خودش از آینده بود.
یعنی مرگش و روحش. و بعد از اینکه خانواده پالمر اون فیلمو دیدن هیچ توضیحی نتونستن راجبش بدن. حالا بیشتر از این مستند چیز خاصی نداره. خانواده پالمر بعد از اینکه به نتایج میرسن میرن به یه شهر دیگه و یه زندگی جدید میسازن و آخر این مستند بیشتر راجع به زندگی جدیدشون صحبت میکنن. اما الان بیاین با هم بررسی کنیم مثلا چی شد. خانواده پالمر بعد از اینکه اون فیلمو دیدن و مجددا با روانشناس تماس گرفتن، روانشناس بهشون گفت تمام کارهایی که آلیس انجام میداد، از دفن کردن موبایلش، رابطه مخفیانش با همسایه‌اش و تمام اینا یه سری مأموریتایی بود که بهش داده بودن. اون از مرگش مطمئن بود و وقتی پیشم اومد راجع به همین صحنه مرگش که دیده با هم صحبت کرد، ولی من حرفشو باور نکردم و خیال کردم افسرده است. و برادرش قسمت از مصاحبه حرف عجیبی زد و گفت آلیس اون لحظه موفق شد تصویر واقعی یه روح رو ضبط کنه، ولی اطلاعی نداشت که اون روح خودشه. حالا این داستانا از کجا شروع شد؟ باید بگم تمام این مصیبت‌ها از همون منطقه لیک مانگو شروع شد. وقتی اولین بار از طریق اردو با رفیقاش به اینجا اومد، از این منطقه خوشش اومد، اما تنها اشتباهش این بود که تصمیم گرفت از گروه جدا بشه و تنها بره یه جا قدم بزنه. یه حس خاصی داشت، خیال میکرد کلی چشم داره اونو نگاه میکنه. موبایلش رو روشن کرد، در حال فیلم گرفتن بود که ناگهان با یه موجود عجیب روبرو شد. فریاد زد، فرار کرد و هر چقدر به رفیقاش راجع به چیزی که دیده میگفت کسی باور نمیکرد. حسی که آلیس بعد از دیدن اون موجود داشت فراتر از اون فیلمی بود که شما دیدید. آلیس فهمید که اون روح خودش در آینده است. چهرش رو با چشم واضح تر از دوربین دید و اینقدری حالش بد شد که تا صبح رفیقاش کنارش بودن. ظاهرا این اردو حالت کمپ داشت و اگه اشتباه نکنم از شب تا صبح اونجا موندن. حدس من اینه که آلیس وقتی اون شب خوابید توی خواب با حرفا و پیغامایی روبرو شد که تصمیم گرفت موبایلش رو و وسایل ارزشمندش رو اونجا دفن کنه. اون ناخواسته وارد یه مراسم شده بود که هیچ راه خروجی نداشت. لیک مانکو یه مکان نفرین شده بود که اگه کسی در یه ساعت خاصی تنها در یه قسمت خاصش قدم میزد نفرین میشد و دلیل و نحوه مرگش رو واضح با چشم میدید. و آلیس هم یکی از قربانیای همین منطقه بود. وقتی روح خودش رو توی اون منطقه دید وارد یه دروازه و ذهنیت خاصی شد. انگار میدونست قراره تا چند هفته دیگه بمیره و صداهای ناشناسی اینو توی ذهنش بهش میگفتن. آلیس تسلیم شده بود و میدونست که قراره بمیره. فردای اون روز علاوه بر حس ترس و ناامیدی یه حسی هم داشت که بهش میگفت بیا تا قبل از مرگم هر کاری دلم میخواد آزادانه انجام بدم. اول تصمیم گرفت پیش روانشناسش بره و حتی توی مکالمه‌شون بارها به روانشناس گفت که به زودی قراره بمیره. اول سعی داشت از طریق دیگه‌ای ذهنشو درمان کنه و خودشو بهبود بده، ولی فایده‌ای نداشت. اون نفرین همیشه دنبالش بود. شبا خواب راحتی نداشت و مدام یه صدایی بهش میگفت مرگت نزدیکه و از باقی مونده زندگیت لذت ببر. بعد اون آلیس تصمیم میگیره یه زندگی بسیار بی‌شرمانه‌ای قبل از مرگ واسه خودش درست کنه. به پارتی‌های مختلف میره و با هر کی که دلش میخواد وارد رابطه میشه. بدون هیچ شرم و عذاب وجدانی با همسایه‌اش رابطه برقرار میکنه و هر کار آزادانه‌ای که دلش میخواد انجام میده. که بعد چند ماه وقتی با خانوادش به پیکنیک میرن میره توی یه سد تا شنا کنه که ناگهان به یه دلیلی غرق میشه و جونشو از دست میده. اون دلیل حال بدشو، افسردگیشو و نگرانیشو وقت نکرد به خانوادش بگه و شاید به خاطر اینکه نگرانشون نکنه چیزی نگفته بود. و همونطور که دیدید بعد از مرگش اعضای خانواده پالمر روح آلیس رو دیدن که قصد داشت یه چیزی بهشون بگه. حرفا و پیغام ها رو کنار هم گذاشتن که اون موقع هم دلیل مرگ دخترشون رو فهمیدن، هم نگرانیش رو فهمیدن و هم اون مکان نفرین شده رو. تحلیلی که الان کردم یه تحلیل کلی و خلاصه بود و واقعا مطمئن نیستم آیا این تحلیلم کاملا درسته یا نه. و اگه شما نکته‌ای یا تحلیل خاص و خفن‌تری دارید حتما توی کامنت بنویسید تا ما رو در جریان بذارید. حالا از طرفی فکر میکنم که این منطقه یعنی لیک مانگو طلسمش به این صورته که اگه کسی مرگش نزدیک باشه و به این مکان بره، این مکان واضح از یه روشی بهش اعلام میکنه که کی قراره بمیره. که به نظرم آلیس تاریخ مرگش نزدیک
نزدیک بود و روحی که اونجا دید در واقع روح خودش بود که به دیدنش اومد. انصافاً ترسناکه. یه لحظه فرض کنید به یه مکانی میرید که ناگهان به طور اتفاقی یه تصویر مرده از خودت میبینی که پیشبینی از آینده است و قراره بهت بگه به این شکل و به این طریق و در این مکان کشته میشی و واضح طریقه مرگ تو و روح تو اونجا میبینی. واقعا ترسناکه. و این بود برابرش از مستند و فیلم امشب. اگه خوشتون اومد میتونم یه سبک جدید بسازم که توش فقط بیایم و فیلمای دیده نشده و گم شده رو بررسی کنیم، چون چند تا فیلم دیگه هم پیدا کردم برابرش که تو همین سبکن، ولی اونا واقعا داستانش 100 برابر از این بدتره و واقعا هم داستانش جذابن و یه سری فیلمای بسیار زیرزمینی، پنهان شده، مخفی شده و کمبازی دیگه که کمتر کسی بهش توجه کرده. و اگه میخواین یه پلیلیست جداگانه درست مثل کاتالوگا، یه زمانی نه من نه شما ممکن اصلا نمیدونستین کاتالوگ چیه و خیلی اتفاقی اومدم راجبش ویدیو ساختم و بعد یه مدت علاقه‌مند شدید یه پلیلیست ساختم و بعدش تقریبا 5-6 تا کاتالوگ واسهتون ساختم و این هم شاید یه شروع جدیدی واسه این سبک باشه که اسمشو چی بذاریم. من به نظرم اسمشو اگه بذاریم بررسی فیلم‌های گم شده خیلی باحاله. اینجا رفتیم به این رو صندلی نشستم. اوکی، اسمشو مثلا میذاریم بررسی فیلم‌های گم شده و هر چند وقت که بار یه همچین فیلمایی رو با همچین موضوعاتی با هم ریز به ریز بررسی میکنیم و موشکافی میکنیم. در رابطه با واقعی بودن این مستند باید بگم وقتی اولین بار این فیلم وارد اینترنت شد همه مثل من و شما خیال میکردن این مستند واقعیه، چون خیلی تمیز درست شده بود. اما خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه باید بگم داستان این مستند واقعی نیست و کارگردان شخصی به اسم جوئل اندرسون که این مستند رو در سال 2008 اکران کرد و خیلی عجیبه که چنین مستند خفنی اینقدر کم بهش اهمیت داده شده. اما حالا اینم در نظر داشته باشید که سوژه اصلی این فیلم یعنی دریاچه لیک مانگو واقعا توی دنیای واقعی طبق تحقیقاتی که من کردم هست و وجود داره و به باور خیلی‌ها داستان‌های ماورایی و گذشته عجیبی پشت خودش داره. اما حالا با اینکه این مستند واقعی نبود امیدوارم اون حس ترس و تعلیق به بهترین شکل بهتون تزریق شده باشه و لذت برده باشید، چون هدف من بیشتر ترس و لذت بردن شما از روایت فیلممه. من خودم با اینکه فیلمش واقعی نبود ولی خیلی باهاش حال کردم و اگه شما هم دوست داشتید ویدیوهای بیشتری رو با هم تحلیل کنیم و بررسی کنیم حتما بهم بگید تا یه پلیلیست جدید واسش بسازم. مرسی برای بچه که فیلمو تا اینجا تماشا کردید. حتما برای حمایت از سبک مورد علاقه خودتون و بنده و بیشتر ساختن این سبک ویدیوها و ساخت یه پلیلیست جدید این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بنویسید و چنل بنده رو اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. خلاص عشق منید و تا فیلم‌های بعدی خدا نگهدار.